کبیری اسلام نمیخواد. کبیری ای همون اول آدمی کگبه است. کبیری را که کگبه مان، به کبیری کگبه وظیفه داد. کبیری این چیزا را نمیخواست و کبیری من متفق هستم که حاجی حلیم فروخت. من فکر من همین است. هنوز گفتم ببینین هیچ کس معلومات نمیده. این کبیری میشنه در اروپا، محمد اقبال میشنه در اروپا. من همین ویدیوهای محمد اقبال میخواستم نگاه بکنم، اما وقتی که من به ویدیوی محمد اقبال نگاه کردم همراه با کی بود اسمش فراموش کردم، این شخص دیگر از خش اقربه حلیم نظرزاده به فکرم نه. یعنی که من وقتی که نگاه کردم استغفرالله، سوال جواب بینید بچه ها. یعنی که محمد اقبال وقتی که سوال میته او یک چیزی که میخونه، آقای فلانی اسمش چی بودم فراموش کردم، میگه آقای فلانی شما درباره حلیم نظرزاده چی گفتنی هستین؟ و او آدمی که با او چی میکنه، با او در تماس است، اون بچه هم مثلا با یک زبانی که یک چیز میخوند به این طرف به اون طرف نگاه میکند. من ویدیو را 5 دقیقه دیدم با هیچ را نفهمیدم، با اون طرف دیدم هیچ چیز نفهمیدم. یعنی دوستان عزیز ببینید محمد اقبال که ویدیو جور میکنه او گفتیم این از روی متن میخونه و اون دیگری که جواب میده اون از روی متنی که شاید کبیری نوشته جواب میده. یعنی که اونجا هیچ چیز وجود نداره. و امروز گفتیم کبیری فرصت داره در اروپا گپ بزنه، چیزها را مطرح بکند، به آدما بفهمانه، خطاگی ها را باید که مثلا باید بود که گفتیم مشخص بکنه، بگه که ما این چیز خطا کردیم، ما باید این کار را بکنیم. اما وقتی که من اینجا سوال میتونم، وقتی که بچه ها سوال میتین و من این بچه ها، من که شریک این کارا نبودم، بچه ها که به من سوال میتین، من میگم همین سوال ها در ذهن من چرخ میزنه، من نمیدونم. اما من اینجا گفتم از طرف خودم هر چی که از دستم می آید که بفهمم که چی کارا شده بود. و امروز وقتی که میبینی که کبیری و خش اقرباش به من حمله میکنند، مرا من میکنند که درباره این چیزا گپ بزن، اینا پنهان میکنند، یک بار دیگر برای تو روشن میشه که کبیری بود که حاجی حلیم کشته شد، کبیری بود که میرزا زایف کشته شد، کبیری بود که گفتیم ملا عبدالله کشته شد، برای اینکه این اطلاعات این همه چیز داد فروخت، برای اینکه برای کبیری از همون اول این همون موقعش معیشتش در همون دوشنبه این بس بود که خیش اقربا. امروز اروپا بینید کلی فیسبوک در دست خیش اقربای کبیری است.